آخوند قزوینی و دروغ بر شیخ الاسلام ابن تیمیه پیرامون تاریخ طبری. و همچنین تاریخ طبری دیگه به قول طبری که از مورخان نامه ابن برای شما عرض کنم رئیس وهابی ها برای شما عرض کنم صراحت داره بر اینکه تاریخ طبری جزء تاریخ های مورد اعتماد ما از ابن تیمیه داره. جناب آخوند قزوینی وقتی میخواهد این دروغ و افترا را به شیخ الاسلام ابن تیمیه بچسباند لکنت زبان میگیرد. توجه بفرمایید. برای شما عرض کنم رئیس وهابی ها برای شما عرض کنم. جالب است بدانید که در هیچ کتابی ثابت نشده است که شیخ الاسلام ابن تیمیه بگوید تاریخ طبری تاریخ مورد اعتماد اهل سنت است، به این معنا که کل روایت‌هایش صحیح باشد. و بر فرض این که شیخ الاسلام ابن تیمیه بگوید تاریخ طبری مورد اعتماد ماست، آیا این دلیل بر تصحیح کل روایت‌های موجود در آن است؟ مثلا شیعیان میگویند کتاب بهارالانوار مجلسی مورد اعتماد ماست، ولی آیا این دلالت بر تصحیح کل روایت آن دارد؟ هدف از این دروغ چیست؟ آیا این آخوندی که بیش از 20 سال سابقه تدریس در حوزه علمی قم دارد نمی‌داند که مورد اعتماد بودن تا صحیح بودن دو مقوله جداگانه هستند و هر کتاب مورد اعتمادی الزاماً 100% صحیح نیست؟ رافضیان که میگویند ما هیچ کتاب 100% صحیح نداریم، پس آیا این گفته بدین معناست که هیچ کتاب مورد اعتمادی ندارند؟